عیسی از شهر برآمده چون هر وقته به کوه زیتون روانه شد. شاگردان نیز از عقیب او رفتند. به آنجا رسیده عیسی به آنها گفت: دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید. خودش باشد به مسافه پرتافتن سنگ از آنها دور شد و به زانو ایستاده دعا کرد: ای پدر، التماس میکنم این کاسه عذاب را از سر من دور کن، اما بگذار نه خواست من بلکه خواست تو اجرا شود. از آسمان فرشته ظاهر شد و به او قوت بخشید. عیسی از درد و سوزش زیاد با جد و جهد بیشتری دعا میکرد و عرق بدنش از او مثل قطره‌های خون به زمین میچکید. بعد از دعا عیسی برخاسته به نزد شاگردان برگشته دید که آنها از غم و غصه بیمدار شده خوابیدند. پس به آنها گفت: چرا خواب رفته اید؟ برخاسته دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید. هنوز او سخنش را تمام نکرده توده آدمان پیدا شد و پیشاپیش آنها همان می آمد که یهودا نام داشت و یکی از آن 12 شاگرد بود. وی به عیسی نزدیک شد تا که او را ببوسد. عیسی به وی گفت: یهودا، مگر با این بوسه پسر آدمیزاد را تسلیم میکنی؟ پس شاگردانی که در گرد عیسی ایستاده بودند عاقبت کار را پی برده گفتند: خواجه، با شمشیر بزنیم. و یکی از آنها به غلام سرکاهن حمله آورد و گوش راستش را بریده پرداخت. بس کنید، بس، گفت عیسی و به گوش غلام دست رسانده او را شفا داد. بعد به کاهنان کلان، سرداران پاسبانان معبد خدا و پیران قوم که برای دستگیر نمودن او آمده بودند گفت: به فکر شما من یگان راهزن هستم که با کلتک و شمشیرها آمده اید. هر روز همراهتان در معبد خدا بودم و شما به من دست بالا نمی کردید، اما حالا وقت شما و وقت حکمرانی تاریکی رسیده است. آنها عیسی را دستگیر نموده به خانه سرکاهن بردند. پتروس در مسافه کمی دورتر از پشتشان آمد. در مابین حولی آتش در گراندند و آدمان گرد آن یک جای نشستند. پتروس هم با آنها نشست. کنیزک او را در روشنایی آتش دیده با دقت به او نگاه کرد و گفت: این آدم هم با عیسی بود. ولی پتروس انکار کرده گفت: ای خواهر، من او را نمی شناسم. بعد از چند مدت یک آدم دیگر وی را دیده گفت: تو هم یکی از آنها هستی؟ نه اکا، نیستم، گفت پتروس. تخمیناً 1 ساعت گذشت و باز یک نفر با باوری کامل گفت: انیق، این کس هم با عیسی بود، چون که او نیز جلیلی است. گوش کن، من نمیدانم تو چی ها گفته ایستاده، گفت پتروس. همان لحظه وقتی که این را می گفت خروس جیغ زد. خداوند عیسی به پتروس روی آورده نگاه کرد و سخن او به خاطر پتروس آمد. او گفته بود که خودی همین روز پیش از جیغ زدن خروس و 3 بار عیسی را انکار می کند. پتروس از حولی بیرون برآمده زار زار گریه کرد. آدمانی که عیسی را دستگیر نموده بودند او را مسخره کرده می زدند. چشمانش را بسته از او می پرسیدند: اگر پیغمبر باشی کنی گوی، کی تو را زد؟ و او را بسیار حقارت می کردند. وقتی که روز شد
جماعتی از پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت همراه شده عیسی را به شورای پیران آوردند. آنها گفتند: بگو که آیا تو تعیین شده خدا هستی؟ عیسی گفت: اگر گویم باور نمی کنید و اگر خودم سوال دهم جواب نمی گردانید. ولی من بعد پسر آدمی زاد از دست راست خدای پرقدرت خواهد نشست. آنها همه‌شان گفتند: پس تو چی؟ پسر خدا هستی؟ او جواب داد: شما خودتان میگویید که من هستم. پس آنها گفتند: باز چی دلیل به ما لازم است؟ خود ما همه چیز را از زبان او شنیدیم.